این کتابی نیست، چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، چون که جان دیگر شد جهان دیگر شود. وقتی قرآن در اعماق قلوب صحابه داخل شد و نفوذ کرد، صحابه شخصیت‌های میشن که جهان را متحول میکنن. تکبیر! عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی، سخاوت حضرت عثمان، شجاعت حضرت علی، صدق و صفای حضرت ابوبکر صدیق، اینا قرآن داد بر اینا. حضرت ابوبکر که ابوبکر صدیقی ساخت همین قرآن بود، همین قرآن، دیگه قرآنی نه. صحابه که صحابه شدن به وسیله همین قرآن صحابه شدن، عزت پیدا کردن، جایگاه پیدا کردن، ارزش پیدا کردن، عزت دنیا و آخرت پیدا کردن، فقط به خاطر همین قرآن. به همین قرآن عمل کردن، خدای تبارک و تعالی برای از اون عزت دنیا و آخرت نصیب کرد. پس اگر ما هم به قرآن عمل کنیم، یقینا همون عزتی که مسلمان های صدر اسلام پیدا کردن، مسلمان های امروزی هم پیدا میکنن. یکی از علما خیلی جالب منویسه، میگه مسلمان های امروزی عزتمند نمیشوند مگر تا اینکه چنگ بزنن به وسیله که مسلمانان صدر اسلام را عزتمند کرد. هدف چیه؟ یعنی قرآن. مسلمان های امروزی عزتمند نمیشن مگر زمان عزتمند میشن که چنگ بزنن به همان وسیله که مسلمان های صدر اسلام را عزتمند کرد، که او همین قرآنه. پس قرآن خیلی جایگاه داره، خیلی فضیلت داره. چند حدیث به طور خلاصه و فشرده ارتباط به فضیلت قرآن عظیم الشأن بیان میکنه. حدیث اول حدیث قدسیه. شاید بعضی از برادرها همین لحظه به می فکر باشین که یک گوشی استاده شما چند رکعت نماز بخوانم، از این گپایی که خطیب میگه که آدم یک 2 رکعت نماز بخونه بی‌تر خواب، شاید در در ذهن یک عده یا بعضی نقشه بگرده. و یا شاید همین لحظه اشخاصی باشن که در خانه تلاوت قرآن داشته باشن و یا نماز بخوانن، درود شریف بخوانن و اوراد و وظیفه‌های دعای معصوره بخوانن و فکر کنن که ساعت 12:30 یک بجه که شد، من باز چه کار میکنم؟ میرم به نماز. این حدیث شریف برای ما و شما چقدر امیدوار کننده است. میفرمایند من شغله میخواندیم از او بهترتر ما برای شما میدیم. شما به دعا مصروف بودیم، الله سبحانه و تعالی میگه من از قلبها آگاه هستم که شما چی از من میخواستیم همون به شما میدم، بهترتر از اون. شما به نماز نافله مصروف بودیم، جلسه قرآن که شما رو مصروف کرد و مشغول ساخت، برای شما بهترتر از اون نماز نافله مزد و ثواب میدم. شما درود شریف میخواندیم این لحظه ترک کردیم به خاطر جلسه قرآن، من بهترتر و بالاتر از او ثواب درود برای شما من میدم. ببینید این جلسه قرآن چقدر فضیلت داره. همین لحظه سر تا پا گوشیم همه ما و شما که قرآن و از لابلای قرآن چیزی بفهمیم. درود شریف هم نمیخوانیم، ذکرم ترک کردیم، نماز نافله هم ترک کردیم، فقط سر تا پا گوش به کلام پروردگار. الله سبحانه و تعالی میگه شما وقتی که به خاطر کلام من جمع شدیم، هر چی که خواسته باشیم و هر وظیفه هم که شما داشتیم همین لحظه رو ترک کردیم، ما برای شما مزد و ثواب میدم بهترتر از اونی که شما عادت داشتیم. فضل کلام الله علی سائر الکلام، فضیلت کلام پروردگار بر سایر کلام مخلوق چقدره؟ که فضل الله علی خلق. فرق خالق تا مخلوق چقدره؟ خیلیه دیگه. قیاس اصلا نمیشه که ما بگیم زمین تا به آسمان فرقه، هنوز هم قیاس نمیشه. فرق کلام پروردگار تا سایر کلام ها همقدر فرق میکنه. مثل که مخلوق و خالق از همدیگر چقدر فرق دارن، کلام پروردگار بر سایر کلام ها همین قدر فرق داره. رواه الترمذی و الدارمی و البیهقی فی شعب الایمان. حدیث دیگری که حضرت عثمان رضی الله عنه روایت میکنه،
که رسول معظم اسلام فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، رواه البخاری. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد میگیره و به دیگران یاد میده. این پیامبر صلی الله علیه و سلم میگم بهترین شما کسیه، بهترین انسان ها کسیه که قرآن را یاد میگیره و به دیگران یاد میده. این چقدر نعمت عظیم و بزرگی خدا نصیب ما و شما گردانیده که رسول الله تایید کنن بگن بهترین انسان کسیه که بیایه به جلسه قرآن، او خور مصروف بسازه به جلسه قرآن، با درس قرآن، با اینها. پس این باید که شکر پروردگار عالم ما و شما داشته باشیم.